برای آشتی و آزادی داخویانیک بلاف کرده ده بحثا جوینا خواهی ده سالوگر ریزگار کرنا سوریه جداوی ترین لشکر فرنسی دری انترنت رکر کته ده سروک و نونرین پیکاتین برای بجدار بون. ده داخویانی برای دهات که جوینا برای آشتی و آزادی دری انترنت را هات انجام دانته ده سروک و نونرین انجمن اجتماعی کردی لسوری و رخستن آسوری دموکرات و جپل صبایا سوری و انجمن عربی لجزیره و فرات بجدار بون. هر وها با آمدبون سروک برای احمد الجربه ده جوینه ده جی بحث خباتا گل سوری و هفبشیا وان هاته کرن. هر وها ده داخویانی برای آشتی و آزادی ده هاتیا که ده جوینه ده بحث کارین نویزگاه پیوندین اجتماعی و نویزگاه پیوندین دربه و نویزگاه آلیکارین مروفی هاته کرن. جالی خواه بجداران جی بحثا نرین و پیشنیارن خواهین بسود کرن و دخواز بکار آنین همو هولان جبو اکتیف کرنا کار دزگهن برای جبو هفدیتن به هیزن اجتماعی سوری و هیزن هرمی و ناف دولتی ین چالاک دربار سوری ده هاته کرن. ده داخویانی ده هات جی که برای آشتی و آزادی چه بو دا که خزمتا پروژه اجتماعی مافین همو پیک هاتن که ده دستور سوری ده هاتمون جبیر کرن بپارزه و پشتی که رژیم سوریه سیاستا درست کرنا ناکوکیان ده نافگل سوری ده جیب جی کر دا که خواه و کرسی خواه رزگار بکه کنی و گل سوریه کوچبر و درب دربون. برای آشتی و آزادی ده 28 تیر ماه 2020 هات دامزراندن او جید نافبره هر یک جنجمن اجتماعی کردی لسوریه رخصتن آسوری دموکرات جپل صبایا سوری و انجمن عربی لجزیره و فراته